در درگیری های روز جمعه در ولسوالی بلابلوک فرا بیش از 8 تن افراد ملکی کشته شده و 20 تن دیگر مجروح گردیده است. مسئولان شفاخانه ولایتی فرا میگویند که این افراد ناوقت روز جمعه به این شفاخانه آورده شده است. عبدالحکیم رسولی آمر شفاخانه ولایتی فرا میگوید به این شفاخانه امروز 8 تن کشته و بیش از 20 تن مجروح که کودکان و زنان نیز شامل آن میباشد از ولسوالی بلابلوک آورده شده است. بدبختانه که امروز در حدود 30 نفر که 8 نفر شهید و 22 نفر مجروحین بوده و شفاخانه ولایتی انتقال شده که از جمله مجروحین فعلا 19 نفر از اینا که اکثریت از اینا را اطفال تشکیل میده در شفاخانه تحت مداوا و تداوی قرار دارند. در همین حال افرادی که در این نبرد مجروح شده است میگویند که نخست مخالفان مسلح دولت آنها را از خانه‌هایشان بیرون کردند و بعد از سوی تیارات مورد هدف قرار گرفته است و این تلفات برای آنها وارد شده است. به گفته این افراد این حادثه در منطقه تودنک ولسوالی بلابلوک فرا رخ داده است. یک بچه می یک دختر بچه می 2 ساله و دختر می 4 ساله اور 2 تا شهید ما طالبا فدانالت بیام مور اسرائیل به در گوبرنی که میان تا اسرائیلش میاییم مو از اینجا فیر میکنیم مور به درش یک گل تا موترا که براتین دو برگی بیام در تو یا بیام مور بس شدیم دو برگی مور بزده چه جاکا می یک بزی بغل می یک بزی بغل مرد تو بر تلاش نمودیم در این مورد نظر مقامات امنیتی را با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم. در ولسوالی بلابلوک فرا از روز گذشته حال جنگ شدید بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت جریان دارد.